سلام، حسین طلویی هستم. اینجا استودیو شاهکاره و با ما همراه باشید با اخبار بروز و دست اول ماه خرداد سینمای ایران و جهان. مؤسسه سینما شهر، فروش سینمای ایران از 5 تا 11 خرداد ماه به بیش از 43 میلیارد و 552 میلیون تومان رسید. همچنین در این هفته 776627 نفر به تماشای فیلم‌های اکران شده نشستند. فیلم‌های سینمایی تگزاس 3 با فروش بیش از 24 میلیارد و 72 میلیون تومان، مست عشق با فروش بیش از 7 میلیارد و 656 میلیون تومان، تمساح خونی با فروش بیش از 4 میلیارد و 164 میلیون تومان و سال گربه با فروش بیش از 3 میلیارد و 519 میلیون تومان رتبه‌های اول تا چهارم این فیلم ها بودند. نخستین تریلر رسمی از فیلم استاربریکر به کارگردانی دانیل کوکوتایلو و هنرنمایی مرفید کلارک و مت اسمید منتشر شد. پیشنمایش اون هم در 16 شهریور به نمایش گذاشته میشه. کسایی که داستان این فیلمو نمیدونن، یک فیلم ترسناک عامیانه و ماوراءالطبیعیه که به کاوش آسیب‌ها و فقدان‌ها میپردازه. داستان در ناحیه روستایی در دهه 70 انگلستان اتفاق میفته که وقتی پسر یک زوجی که زندگی ایدئالی دارن شروع به رفتار غیرعادی میکنه و زندگیشون به آشوب کشیده میشه. Your granddaddy bought this land, you know. He was interested in all the stories it had to tell. Who is this Dandelion Jack? It's weird, Jules. Tell your son he can go now. خبر بعدی برای دوستداران فیلم د لاست آف اس فصل اول. فصل دوم سریال د لاست آف اس شامل 7 قسمت خواهد بود. طبق گزارشات رسیده فصل سوم سریال بسیار طولانی‌تر خواهد بود و همچنین امکان ساخت فصل 4 سریال نیز وجود دارد. همچنین احتمال روایت داستان قسمت دوم بازی در 3 فصل سریال نیز وجود دارد. فیلم پرطرفدار و مورد انتظار ددپول اند وولوراین به دلیل داشتن خشونت بالا و اشارات جنسی رسما درجه سنی بزرگسالان آر رو دریافت کرد. تاریخ اکران این فیلم 5 مرداد 1430. All right, well, I'm sort of on the tick, so upsy daisy. Here we go. Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. این شما و این زنگ سبز احسان علیخانی برای شروع جوکر 2 از چهارشنبه 16 خرداد و پایان خنده های 8 مهمان خونش در طبقه 21. پخش اولین قسمت جوکر به میزبانی احسان علیخانی چهارشنبه 16 خرداد ساعت 8 صبح. فیلم پیکی بلایندرز رسما توسط نتفلیکس چراغ سبز گرفت و کلین مورفی نیز برای ایفای نقش در این فیلم باز خواهد گشت. تام هارپر کارگردان فیلم ویلد روز و درناتس و از کارگردانان سریال های وار اند پیس و پیکی بلایندرز کارگردانی این فیلم رو بر عهده خواهد داشت و استیون نایت خالق سریال اصلی فیلمنامه اون رو می‌نویسه. جزئیات داستان این فیلم فاش نشده و تولید این پروژه از اواخر شهریور ماه آغاز خواهد شد. باربی سیاه محصول جدید نتفلیکس. پوستر رسمی از مستند جدید بلک باربی توسط نتفلیکس منتشر شد. داستان این مستند درباره ساخت اولین عروسک باربی سیاه‌پوست و تأثیر فرهنگی این عروسک روی سیاه‌پوستان، جامعه و صنعت سرگرمی و غیره هستش. پخش 30 خرداد.
آمازون با انتشار این پوستر رسما اعلام کرد که سریال لایو اکشن لاک ا دراگون قسمت یاکوزا در تاریخ 24 اکتبر مورخ 3 آبان پخش خواهد شد. تاریخ انتشار 3 قسمت نخست 3 آبان، تاریخ انتشار 3 قسمت پایانی 11 آبان. تصاویری از مراسم افتتاحیه فصل دوم سریال به شدت مورد انتظار هاوس آف د دراگون که انتشار اون 16 ژوئن 2024 یا معادل 27 خرداد 1403 هستش. به گفته دنیل ریچمن، هیرویوکی سانادا در حال مذاکره برای ایفای نقش در فیلم گوستاف سوشیما به کارگردانی چد استرسکی، کارگردان جان ویک باشه. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم که اطلاعات داده شده واسهتون مفید و سرگرم کننده بوده باشه. اگه دوست دارید بازم از این ویدیو ببینید توی چنل ما حتما کامنت انگلیسی واسمون بذارید، ما رو حمایت کنید و تا همیشه هنر رو در آغوش بگیرید.